سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل ما. سلام بچه ها، چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به چنل کوکونات. من سینام و منم الناز. امروز اومدیم با یه سری ویدیوهای ترسناک خیلی خفن. میخوایم ضربان قلبمون رو ببریم رو 1000. قراره حسابی بترسیم. اومدیم با ویدیوهای ترند ترسناک شما میخوایم ببینیم واقعیه یا کیکه. کیکه. من که میگم کیکه نمیدونم، ولی میدونم که قراره خیلی بترسم. من کلا خیلی میترسم از اینجور ویدیوها. ممکنه واقعی باشه، ممکنه یه سریش فیک باشه. نمیدونم، باید ببینیم. آره. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همتون رو دوست دارم. بریم ویدیو رو ببینیم. بی معطلی بریم ویدیو رو ببینیم. لیتس گو. یا ابوالفضل، بسم الله الرحمن الرحیم. یا پنجتن آل عبا. وای اوه شروع شد. تمومه. یا خدا. نوشته پلک نزن. دسته چی بود اونجا؟ ببین من جیغ میزنم. من جیغ میزنم. قلبم اومد تو روحم بدنم میرسه اومد بیرون اینجوری. اولش دستمون لا بود. What the fuck واقعا. من میگم این کیکه، ولی بد کیکی بود. فیک بود ولی ترسناک بود. اصلا خیلی نمیدونم چی بگم. معلوم بود فیکه ولی خیلی ترسناک بود. بریم بعدی. برو بعدی. Real or fake? مادر جان. وای جواب فوش بدی. کریپیست تینگ ever کرد. ترسناکترین کریپی ترین ویدیویی که تو کامera گرفته شده. این چی آدم فضاییه؟ یا خدا. این اصلا اینا فوبیان. یا خدا. فکر کن ساعت 12 شب پشت یه دقیقه چشمی در رو چک کنی، بعدش ببینی همچین چیزی پشت دره. چی کار میکنی؟ همونو میزنم باید شلوارتو عوض کنی دیگه فکر کنم. پنجره میپرم پایین. یا خدا. یه مرده لباس خیلی ترسناک پوشیده و بیرون خونه وایستاده. آره. این خانواده هم دارن نگاش میکنن چشم. نه این ویدیو رکورد شده قبلا، شاید بعدن این خانواده اینو دیدن متوجه شدن که همچی کسی اومده باشه. what the fuck واقعا what the fuck. این بازی بود. اصلا این بیسمنت ها زیر زمین ها خیلی ترسناکه. خدا من نمیدونم چجوری تو خونه تاریک اینا راه میرن. یا ابوالفضل. یه چیزی بپره. یه چیزی میپره تو صورت ما. دره بازو بسته میشه. وای این چه کوفتیه. what the fuck. اون چه کوفتی بود؟ کمد بود چی بود؟ حالا بچه من دیگه نمیتونم. من دیگه نمیخوام ادامه بدم. خیلی ترسناک بود. زده اسکری ویدیو you were never meant to see. ویدیویی که هیچ وقت دوست نداشتی ببینی. این چه کوفیه؟ میگه این چیه؟ یا خدا. شبیه چیزه توی هری پاتره. تو اینو ببینی وای میسی ویدیو میگیری یا مثل سگ در میری؟ من مثل سگ در میرم. داره میاد اصلا. یا خدا وای. خب معلومه همچه چیزی ببینی فقط باید در بری. من مثلا چیز میکنم، من که اگه اینو ببینم یه جیغ میزنم، عربده کشی میکنم، فرار میکنم. من یا وای میستم یا میدونم یه کاری میکنم یا در میرم دیگه.
شما چی کار میکنی؟ حالت عادی نمیتونم وایسم. نمیدونم. بریم بعدی. You probably think this world The scariest thing ever recorded. ترسناک ترین چیزی که حالا رکورد شده، ضبط شده. یه چیزی توسط دوربین ضبط شده. گرفته شد. اوه این چی بود؟ این بچه‌ها پاچیدن که. اونا دیگه اون آدم سابق نمیشن. اینا دیگه رشد نمیکنن. اینا اصلا دیگه چی بود این دیدن؟ بریم بعدی. شمشون هم شبیه این چیز هری پاترن. آره. چی بود اسمش؟ اسمورف؟ اسمیگل هری پاتر که اسمیگل نشو ارباب حلقا بود. همون تو هری پاتر هم بود. نه اسمیگل فقط مال ارباب حلقا بودش. بابا یه رفیق داشت کاراکتر دو قطبی بود، زشت بود. اگه عکسش بود میذاریم براتون. آره. برو بعدی. بریم زود تموم شد، میترسم. اسکری ریل فوتج فان مرمید. اینا مرمیدن یعنی همون پری دریای خودمون میشه. من نمیدونم، من فکر نمی کنم واقعی باشم، ولی این یکی واقعا ترسناکه. نه بابا این فیکه دیگه. اینجا دریا مریم دارم، همیشه حس کنم که اینا اینا تو آبه. آره منم همیشه فوبیای این داستانو دارم که یه موجود اینجوری تو دریا باشه. پری دریاییه دیگه. پری دریایی قرار بود خوشگل باشه. این خوشگل نیست. شبیه جن میمونه. وای رفت تو آب. یه هم آدم میخوره. دو تا یه دونم اون پشته نگاه. داره میره اونجا. این اینا رو دیده داره فرار میکنه، ترسیده داره در میره. چند تا اینا؟ نمیدونم ولی ترسناکه. به نظرتون وجود داره همچین چیزایی؟ به نظر من همچین چیزایی وجود داره، حالا نه به این شکل که این الان نشون دادن، ولی من میشه دنیا قبل بزرگ باشه ته آب همچین چیزایی نباشه. ممکنه باشه همچین چیزایی. واقعیه یا کیکه؟ واقعیه یا کیکه؟ کیک بود. این هم یا فیک بود ولی حالات نمیدونم. شاید هم ولی شاید دوربین ندیده، دوربین نگرفته، شاید باشه. آره نمیدونم. نمیدونیم. بریم بعدی. یا خدا این ترسناک. این راپله ماپله من اصلا ندارم. آره من اصلا بیست خیلی بدم میاد. وای چی داره؟ دره چرا بازو بسته میشه؟ این چیه دیگه؟ کجا رفت؟ پاره شدم. چرا جیغ زدی؟ بابا قلبم بایستاد. خودم حالت عادی داشتم میترسیدم از اون. ترسناک خود ریدن تو خودم. تو که نمیدیدی چجوری اونو دیدی؟ چه داشتم توی چشی نگاه میکردم بعد ترسناک. وای پاره شدم. چه وضعیتیه؟ آخه غیب شد لعنتی. یهو اومد تو دوربین. خیلی بد بود این یکی. خیلی بد بود. بریم بعدی. برو بعدی. نشه ریل و فیک. بعدیستی تو جاده باشه، دقت کن. یه چیزی الان میپرد تو صورتمون. این بیشتر چیز بود، بیشتر ناجور زد به یکی اسم میکنم. نمیدونم هرچی بود خیلی بد بود. آخه اصلا نبود. اینا که یهو میان تو صورت بعدم میاد. اصلا قلبم رفت واقعا. بس ادامه ندی. اتفاقات ناجور میفته. اتفاقای بدجور. سر اون که یهو اومد تو دوربین را پله اومد بالا پشمام ریخت. خیلی بد بود. ترسیدی؟ ترسیدم من.
بچه شما اگه ترسیدین حتما بهمون بگید، اشکال نداره. نترسید، الکی یعنی نترسید، من اینجا. خب بچه این ویدیوهای ترسناکی بود که نمیدونم کدومش واقعی بود کدومش فیک بود، ولی ترسناک بود. من واقعا ترسیدم، حالم بد شد سری که ویدیو واقعا حالم بد شد. خیلی بدم میاد یه چیزی یهو بپره تو دوربین تو صورت آدم. بابا خیلی بده. آخه چیه این ویدیو؟ چرا اینجوری هم اصلا نمیدونم چرا اینا رو درست میکنن. ولی کلا طرفدار زیاد داره. آره به نظرم اون که تو راپله بودش داشت میرفت بالا و یه سایه دنبالش بود. به نظرم اون که تو کمد بود. آره همون. اون دوتا به نظرم واقعی بودن ولی بقیه‌شو نمیدونم. خدا کنه نباشه. واقعا. من که میگم نیست. خب بچه‌ها اینم از ویدیوهای ترسناکی بود که ترند بود و توی اینستا و تیک توک و این ور اون ور زیاد دیده شده بود. می‌خواستیم ما هم ببینیم کدومش فیکه کدومش واقعیه. به نظر من که اون که لای در بود و اون که راپلا داشت میرفت بالا سایه دنبالش بود، اون مثلا اون که تو کمد بود ممکنه واقعی باشه. اون اسمیگلا چی بودن؟ خیلی ترسناک بود. نمیدونن من فوبیای اسمیگل گرفتم. واه نه خیلی بده. چی به اونا میگن نمیدونم. من نمیدونم ولی خیلی ترسناک. امیدوارم شما مثل ما ترسیده باشید. آره من که یه جا سکته کردم. واقعا یه جا سکته کردم. خیلی بدم یه چیزی میپره تو صورت آدم. آره اونا که میپرن خیلی بده. وای. خب بچه امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته بوده باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. تا این ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ.